نبی صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث می‌فرماید که ان الله تعالی یأمر کرام الکاتبین فی شهر رمضان ان یکتب الحسنات لامة محمد علیه الصلاة والسلام ولا یکتب علیهم السیئات. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که در ماه شریف رمضان خداوند جل جلاله امر میکرده است فرشته های کرام کاتبین. کرام کاتبین فرشته های اعمال، اون فرشته هایی که عملی نیک بدی ما و شما را ثبت میکنن. خدا با اونها امر میکرده است که بنویسانید نیکی های امت محمد علیه السلام را ولا یکتب علیهم السیئات، بدی های اونها را ننویسانید. و یذهب عنهم ذنوبهم الماضیه، و بیروانید از اونها میرود از امت محمد علیه السلام گناه های گذشته کردگی اونها. اما روزه سه قسم می شود: صوم العوام و صوم الخواص و صوم خاص الخواص. روزه عوام است و روزه خاص است و روزه خاص الخاص است. صوم عوام فکف البطن والفرج عن قضاء الشهوه. روزه عوام روزه عامه همه مردم، نگه داشتن شکمش است نمیخورد و نگه داشتن فرج است که بزن همخوابه نمیشود و قضای شهوت. این روزه عوام است. اما صوم خواص، روزه خواص، فهو صوم الصالحین، او روزه آدمای صالحین است، روزه علما و صالحین است. اون روزه اونها چه خیلی است که روزه اونها و هو کف الجوارح عن آثامی، اونها همه عضوهای خودشون، دست پا و گوش و چشم بینی را از گناه کردن نگه می‌دارند. من الآثامی فلا یتم ذلک الا بمداومه خمسه الاشیاء. اونها 5 چیز عمل میکنند روزه خواص، اهل خواص. اول غض البصر عن کل ما یذم شرعا، یکم که آدم روزدار چشمش بپوشد از آن چیزی که شریعت او را حرام گردانیده است. از نامحرم دیدن، از کینا را تماشا کردن، فحش فاحشه را، از یک چیزهای بیگانه که در اسلام خدا او را حرام گردانیده است، منع کرده است، روزدار باید او را نبیند. هر روزدار هستم گفته وقت بزگره و بعد بشینه 3-4 ساعت کینا تماشا دیدن بگیرد، او روزش ثواب نداره دیگر. بجای او کینا تلاوت قرآن بکنین. اگر خط عربی را هم ندانستی، لااقل به خط کریلی هزارها کتاب چاپ شدگی است، با اون بخوان تا که یک فایده از اسلام بهره‌ور بشه. دوم و حفظ اللسان عن الغیبة والکذب والنمیمة والیمین الغموس. دوم همین که روزدار زبانش نگه بدارد، به زبانش کسی را آزار نده، زبانش حفظ کنه، نگه بدارد. اولا از غیبت، آدم روزدار غیبت نکنه. غیبت حرام کرده خدا هست که خدا در قرآن در سوره حجرات آیه مبارکه فرستاد که استعذ بالله ولا تغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. خداوند میگه که غیبت نکند بعضی شما را. آیا میخواهد یک تا شما گوشت برادری مرده اش را کنده بخورد؟ فکرهتموه، البته که شما نفرت میکنید، نمیخواهید. غیبت کردن به همون منزله هست که یک مسلمان مردگی را گوشت گویا کنده میخورد، گوشتی او را. همین قدر غیبت حرام است. روزدار هرگز باید که زبانش به غیبت آلوده نکند، زبانش حفظ کند، ذکر الله تعالی بکند، به زبانش تلاوت قرآن بخواند. دوم کیز دروغگو نباشد، که دروغگو بسیار احوالش بد است. آدم روزدار غیبت نکند، دوم دروغ نگوید. و نمیمه، سیم که سخنچینی نکند، سخن یک کس از پیش یک کس گرفته به دیگر جا ببرد، بین 2 نفر جنگ باندازد که جنگ در میان 2 کس میگه چون آتش است. سخنچینی بدبخت هیزمکش است. او سخنچینی بدبخت به منزله هیزمکش است. یا سخن یک مسلمان گرفته به یک جای دیگر برده میرسونه و بدبختی نامسلمان، اون چی است؟ از سعادت خدا محروم شدگی است. و سخنچین
آدم روزدار سخنچینی نکند که از ثواب روزش محروم است. دیگرش یمینی غموس را باید که حفظ کند، اینه که گوشش فقط تلاوت قرآن بشنود، ذکر خدا بشنود، امر به معروف و نهی از منکر بشنود. اما اون گوشه که فقط غیبت و بهتان بشنود، اون غیبت که گوشه که سخنچین باشد یا سخن یک کس گوش کند به دیگر جا برده خبر بکشد، فردا روز قیامت اون گوش ها را سر به آب کرده به گوش ها میریزند. آگاه باشند از این فعل بد. مسلمان ها باید که احتیاط بکنند. و رابع کف جمیع الاعضاء عن مکاره و کف بطن عن شبهاتی فی وقت افطاری. دیگر همین که چهارم که در وقت افطار اون آدم روزدار حرکت کند که از طعام حلال افطار کند. در وقت افطار کردن اون چیز نعمتی که خدا حلال گردانیده است به همه افطار کند. بعد افطار کردنش او خیلی مسلمانی نباشد که بعد افطار کردنش در آب بگیره بنگ بکشه یا که سیگارت بکشه. نه، افطارش به یک چیزی نعمت حلال پروردگار بکند، با چیزی مکروه و فاسد باطل قطعی افطار نکند که از ثواب او خلاص می شود. اذ لا معنی للصوم عن الطعام الحلال اذ الافطار على الحرام كمثله كمن بني قصرا و هدم مصرا. اون انسانی که اگر به حرام افطار میکند، به یک چیزی حرام روزش میشکاید، او به مثال یک کسی هست که یک قصر بنا کرده است، یک شهر ولنگار کرد. یک قصر بنا کرده است، یک خانه و یک شهر خرابازار و ویران کرده است. اون انسانی که به حرام افطار میکند به همین منزله هست. و قال علیه الصلاة و السلام، پیغمبر در این باب گفت که کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش. بسیار روزدار است که از روزه گرفتگیش او ثواب نمیگیرد بغیر از تشنگی و گرسنگی. فقط روزی دراز گرسنه میمونه و تشنه میمونه اما ثواب نمیگیره، به خاطر که همین افعال زشت، افعال قبیح و جا میارد.